سلام دوستای عزیز، صبحتان بخیر. امید است که خوب و خوش باشین. ما هم دیگه اینو بخیر حرکت میکنیم. از سوئیس میریم طرف اتریش. یک جای شهرش هست که به نام کریستال ولت یا مو جهان شیشه‌ای. بریم اونجا ما را تعقیب کنیم. خوشحال میشیم که ویدیوهای ما رو ببینیم. بله دوستای عزیز، ما دیگه در خاک اتریش شدیم. دیگه میریم، سفر ما ادامه داره. باشین دیگه دوستای عزیز. بله دوستای عزیز، اینجا آمدیم. کلا دیگه اینجا جای کریستال کمی تاریک است. برای ویدیو اینا کوچه‌ای هستن، مردم آمدن تماشا میکنن. کریستال هستن. بله دوست، از نزدیک نشان بتینه. کلا کریستال هست اینا، تا اون بالا هست. خیلی از کریستال جور کرده دیگه، خیلی مقبول معلوم میشه. حیفه که تاریک است، آدم نمیتونه صحیح فیلم بگیره. این هم معلوماتش هسته که کلا نوشته است. این کوز که از 1995 ساخته شده. معلوماتش کلا در زبان اتریش نوشته است. این هم چراغ کریستالی است، از کریستال جور شده. کلا مثل یک موزیم وارد است دوستان. یه معلومات وارد است. بله دوستا، این کلا اسب است که از نگین و اینا درست کرده. نگین از کریستال، کلا از کریستال جور کرده دیگه. از اینجا نزدیک اگه معلوم شد دوستا، رکابش ایناش. شم جور کرده، کلا از کریستال است. شم است. اینا کلا کریستال نگین. اینجا برف مصنوعی میباره.
دوستاییم که هست کلا از یخ و برف جور کرده. اینجا هواش خیلی سرد است پایین. دوستا اینجا یک سرد است، این زمستان است، نمیتون منفی است. کلا اینا از یخ جور شده، کریستال است از یخ جور شده. کلا برف است، اینا برف واقعی است دوستان. از اون بالا فکر میکردم مصنوعی است ولی واقعی است برفش. دوستای عزیز، این دیگه یک خانه بود نقشه یک الماس جور کرده، واقعا مقبول معلوم میشه. میبینید شما دیگه ای گروپ ها روشن و گل میشه. بله دوستان، واقعا با یک دیزاین خیلی مقبول زیبا. طبقه دوم جور کرده بالا، پایین که هست موزیم دیگه بود که شما دیدین ویدیوهایش. بالا که هستی کلن الماس هست، به شکل الماس جور کرده. البته تا در بخش دیگه شاله آمدن، داخل میرم ببینیم چی گرد است. با فلان لباس ها را و دیزاین همو الماس اینا تزیین کردن. این لباس ها شما میبینین دوستان. فلان الماس است، کریستال میگه، کریستال. چی دیزاین معقول جور کردیست. چی میکردن؟ برده امیل میگه، چی میگه جور کردن. موزه هایش هسته، کفشش یه مقبول گردن من بود. اون کفش هسته که از کریستال کلان دیزاین کرده. بله دوستان،
بله دوستای عزیز، شما میبینید دیگه اینجا اینه به رقم یک گروپ یا سیستم گروپ جور کرده. میبینید شما دوستا گروپ های کریستالی هستن.